الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله متعال را به نهایت سپاسگزار هستیم و تشکری و سپاسگزار و قدردان هستیم برای همه نعمات خوب و نعمات زیبایی که الله متعال در اختیار ما و شما مسلمان های عزیز و برادران و پدران و خواهران و مادران عزیز قرار دادم. مسلمانان به نهایت گرامی میبینیم که بهترین و زیباترین انسانیت و کرامت و شرافتی که پروردگار عزوجل برای ما نصیب نموده و برای ما در اختیار گذاشته، این همان والاترین خوبترین و شایسته‌ترین نعمتی هست که پروردگار عزوجل برای ما تقدیم نموده و در اختیار ما قرار داده. مسلمان های عزیز و به نهایت گرامی میبینیم که پروردگار عزوجل برای حفظ کرامت و برای حفظ بزرگی و عزت و آبرو و عفت و پاکدامنی برای انسانهای مسلمان اعم از خواهران و برادران بعضی نکات را بیان داشتم و بعضی نکات را بیان کردم که ای خواهران مسلمان و ای برادران مسلمان، شما بر اساس احکامات الهی گام بردارید، شما بر اساسات هدایات قرآن کریم و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرکت بکنین، عمل داشته باشین تا که پروردگار عزوجل همان عزت و همان عفت و پاکدامنی و کامیابی دنیا و آخرت را از آن شما بگرداند. خواهران عزیز و برادران بی نهایت گرامی، پروردگار عزوجل یکی از آن راهها و یکی از آن نمونه هایی که در آن عزت و پاکدامنی نهفته است و در آن عفت و پاکدامنی پنهان شده همانا حجاب اسلامی هست. حجاب اسلامی را مراعات کردن. خواهر مسلمانی که حجاب اسلامی خود را مراعات بکند و برادر مسلمانی که حجاب اسلامی خود را مراعات بکند، یقین بکنین دنیا آباد می شود. آرامش، سکونت و از لحاظ روحی و روانی همه ما میتونیم در آرامش کامل زندگی بکنیم اگر ما از چشمان خود مراقبت بکنیم، اگر خواهر عزیز ما آن حجاب اسلامی خود را مراعات بکند، آن پوشش و آن لباسی عظیم و بزرگی که اسلام عزیز
من حیث حجاب بیان کرده. خواهر بزرگوارمان، مادر عزیز و دوست داشتنی ایمان، آن لباس و آن قبه را بر بالای سر خود کشف بکند. اینجاست که برادران مسلمانی دیگرمان اینها چشمشان در امان می بوده باشد. اینها می توانند که خود را نگاه بکنند، خود را کنترل بکنند. ولیکن متاسفانه اینجا می بینیم که زمینه بدبختی، اینجا می بینیم زمینه چشمچرانی را می بینیم که بعضی ها فراهم می کنند. متاسفانه بعضی ها انسان را وادار می کنند به گناه و به معصیت و به نافرمانی. بعضی ها زمینه فحشا خدای ناکرده، زمینه منکرات، زمینه فساد و بدبختی را فراهم می کنند تا که جوانان عزیز را هم که می بینیم اینها چون مطالعه ندارند، متاسفانه کدام مصروفیت و مشغولیتی دیگری وجود ندارد، متاسفانه می بینیم که جوانان هم در سر چهارراهی و در سر سرک و در هر جایی که اینها برشان مناسب به نظر خودشان معلوم میشه آنجا میشینند و لحظات قیمتی خود و جوانی خود و عمر زیبای خود را متاسفانه سپری میکنند و میگذرانند. پس مسلمانان عزیز و به نهایت گرامی، الله متعال برای حفظ کرامت انسانی، برای پاک دامنی و عفت و شرافت انسانیت و آدمی، الله متعال دوستان عزیز و به نهایت گرامی یک فرمول بسیار مهمی را بیان می کند. پروردگار عزوجل بهترین و زیباترین فرمول را در نظر می گیرد و برای بندگان خود و برای انسانیت و آدمیت، برای ما و شما دوستان عزیز الله متعال روان می کند. ببینین بلا تشبیه در یک کورسی که ما سر میزنیم، به طور مثال بخش آموزش کانکور هست، وقتی که برای ما استاد بزرگوارمان یا کسی که راهنمایی کانکور را بر عهده دارد او برای ما همان فرمول را به شکل درست توضیح و تفسیر میکند، برای ما چقدر آسان معلوم میشه، چقدر خوب معلوم میشه، چقدر دلپسند معلوم میشود. زود علاقمند هستیم تا که ما این علم را زود فرا بگیریم، زود یاد بگیریم، زود یاد هم میگیریم. به همین شکل پروردگار عزوجل برای حفاظت و برای حفظ ما و برای اینکه عفتمان پاک بوده باشد، برای اینکه شرافت کرامتمان پاک بوده باشد، پروردگار عزوجل یک فرمول بسیار زیبا را بیان میکند. در سوره نور الله متعال چقدر زیبا بیان میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. الله متعال بیان میکند ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو بگو برای زنان مسلمان، تو بگو برای دختران جوان مسلمان این که مراقب چشمهای خود باشند. و قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، یعنی بپوشن چشمان خود را، یعنی احتیاط بکنن و همان چادر بزرگ و همان حجاب اسلامی که هست او را بر سر خود کشف بکنن و آن اندامهایی که جوانان را به خود جذب میکند و آن مواضعی که متاسفانه جوانان را زود منحرف میکند، آن عضوها و آن اندامها را اینها پنهان داشته باشند. در راه که قدم میزنن خرامان راه نروند، در راه که قدم میزنن با عطر و با کریم ها و با اسپری های بسیار بوهای عجیب و غریبی که دارن با آنها استفاده نکنن، در بدن خود در وجود خود استفاده نکنن و از کنار مردان بیگانه بگذرن و از کنار جوانان بیگانه بگذرن. دوستان عزیز، اینجا شیطان در کمین هست. خواهر بی نهایت گرامی، اسلام عزیز می آید تو را آن دانه قیمتی معرفی می کند، تو را و آن طلا و جواهراتی بسیار عظیم و قیمتی معرفی می کند که هیچ چیزی به اندازه تو با ارزش نیست. الله متعال تو را تعریف کرده ای خواهر مسلمان، الله متعال پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را تعریف کرده، تو را تمجید کرده. در احادیث نام تو ذکر هست ای خواهری ای مادری بزرگوار. در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم،
در کتابها در قرآن کریم از عزت و شرافت و کرامت و پاکی و عفت تو خواهر ذکر شده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند تمام دنیا متاع بیهوده‌ای هست. تمام دنیا یک چیزی بسیار بی ارزش و بی فایده‌ای هست. تمام مال دنیا چیزی هست که به درد انسان چندان نمیخورد. تمام مال دنیا و تمام آنچه که در دنیا هست یک متاع هست برای چند روز گذراندن زندگی و به خاطر چند وقت این که انسان عمر خود را بگذراند. ولیکن بهترین متاع دنیا المرأة الصالحه، زن صالحه هست، زن با دین هست، زن با عفت و با تقوا هست. ببینین خواهران بزرگوار، مادران بی نهایت گرامی، وقتی که فرزند ما، وقتی که برادر ما خانم بسیار با دین داشته باشد، خانم با تقوا و با خدا و پرهیزگار داشته باشد، ما چقدر آسوده هستیم، چقدر خاطرمان جمع است، چقدر ذهن و فکرمان آرام هست. چون نسبت به فامیلمان اعتماد کامل داریم. فامیلمان از خانه اگر بیرون هم شود با شرایط خاص بیرون می شود، با همان شرایطی که قرآن کریم بیان کردم، با همان روشی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام و فقها و علمای بزرگوار بیان کردن، به همان سیستم، به همان شکل از خانه بیرون می شود. برای همه ما و شما دوستان عزیز معلوم است و ما و شما دوستان عزیز در شهر و بازار رفت آمد کردیم، رفت آمد داریم. هستن جوانانی که متاسفانه خواهران و مادرانی که از کنارشان میگذرن پرزه های برشان میاندازن، سخنان زشتی علیه آنها استفاده میکنن. به خاطر چی؟ به این خاطر است که می خواهر متوجه لباس خود نبودیم. می خواهر زمینه همین این که این برادر برای ما پرزه بیاندازد، همین زمینه را ما مساعد کردیم. لباسم برابر نبود، حجابم برابر نبود، سر و وضعیتم به طور درست پوشیده نبود، گردنم معلوم میشد، موی سرم معلوم میشد، دست و پایم معلوم میشد، لباس تنگ و نازک و چسب بر تن داشتم، راه میرفتم مردم را جلب توجه میشد، راه میرفتم مردم به طرف من خیره میشدن. این گناه ما هست. پس ببینین دوستان عزیز، خواهران گرامی، شما قدر خود را بدانین، عزت خود را بدانین. حتی میبینیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای شما آنقدر تعریف میکند که تربیت و تعلیم یک خواهر تربیت و تعلیم یک نسل میباشد. چرا؟ شما مادران آینده هستین خواهران عزیز، خواهران بزرگوار، خواهران دوست داشتنی. شما مادران آینده این وطن هستین، شما مادران اطفال آینده این وطن هستین. پس کوشش بکنین که به طور درست بزرگ بشین. کوشش بکنین از تمام بدبختی ها و از تمام مشکلات و از تمام گناه و معصیت خود را به دور نگه داشته باشین تا که فرزندان درست همچون ابوبکر، همچون خالد و همچون عمر الله براتان نصیب بگرداند. با خدا قسم خواهران عزیز، اگر ما متوجه اعمال خود بوده باشیم، اگر ما متوجه رفتار و کردار خود بوده باشیم، به خدا قسم که الله برمان همچون اطفال نصیب می کند. اطفال بسیار با ادب، اطفال بسیار با تربیت، اطفالی که با دین و با خدا هستند، اطفالی که در فکر الله و رسول هستند، الله برمان نصیب می گرداند. اینجا الله متعال به حبیب خود صلی الله علیه و سلم بیان می کند وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگو بری این مادران، بگو بری زنان مسلمان، بگو بری امتانت، بری آن زنان و بری آن خواهرانی که آنها از جمله امتان تو هستند، بگو برشان وقتی که از خانه بیرون میشوند متوجه چشمان خود باشند. دوستان عزیز، چشم بسیار خطرناک هست. چرا الله متعال چشم را اول خطاب میکند؟ چرا پروردگار عزوجل بجای این که پا، دست، زبان، گوش را خطاب بکند، اول میاد دوستان عزیز در مابین تمام اندام انسان، در مابین تمام جوارح انسان میآید چشم را مخاطب قرار میده.
چشم احتیاط بکند. به این خاطر که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که نظر کردن و نگاه کردن این یک تیر زهراگین از تیرهای شیطان هست. تیر زهراگین از تیرهای شیطان هست که این تیر مسموم هست، پر از زهر است. وقتی که ما به طرف یک چیزی که نظر میکنیم، ببینید دوستان عزیز، تا چند دقیقه، حتی چند ساعتی و حتی چند روز و چند هفته و چند ماه و چند ساله، همان چیزی که ما او را نگاه کردیم تصویر او ما را اذیت میکند. تصویر او ما را به راههای غلط تشویق میکند، چون ما با چشم دیدیم. همین است که یک شعر بسیار جالبی هست عربا، یا مقوله عربی هست که بیان میشد و متن حدیث هم تقریبا به همین شکل یا مفهوم حدیث هست. فنظرة فابتسام فکلام فموعد فلقاء. یعنی اولین چیزی که انسان با او شکار می شود چشم هست. اول انسان با چشم نگاه می کند، بعد از آن لبخندی می زند، بعد از آن صحبتی می کند، بعد از آن وعده و قراری هست، بعد از آن ملاقاتی هست. این واقعیت است. اول ما با چشمان خود نظر می کنیم، با چشمان خود نگاه می کنیم، با چشمان خود ما همان محبت خود را ابراز می کنیم، منتقل می کنیم و انتقال می دیم. وقتی که ما با چشم نگاه کردیم، نظر کردیم، چون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که این چشم و این نگاه به طرف نامحرم، به طرف حرام، یک تیر زهراگینی از تیرهای شیطان هست. متصل به قلبمان اصابت می کند، متصل قلب را مجروح می گرداند، مستقیم قلب را تباه می کند، مستقیم قلب را به فساد می کشاند، مستقیم قلب را به اعمال بد و به کارهای ناشایست تشویق و ترغیب می کند. یک عالم بسیار بزرگی هست به نام مصطفی طباطبایی، برای دختر خود نصیحت می کند. این شیخ و این عالم بزرگ در بستر مرگ هست، می خواهد وفات بکند. یک دختری بسیار جوان خوب دارد. دختر خود را در همان وقت مردن فرا می خواند که ای دختر عزیزم، بیا به نزد من که من تو را نصیحت هایی بکنم. نصیحت هایی دارم که هیچ کسی تا وقتی که زنده هستی تو را کسی نصیحت نمی کند. سخنان برات بیان دارم، سخنان را برات بیان می کنم که هیچ کس دیگر این سخنان را برای تو دوباره تکرار نمی کند. من پدرت هستم، از روی دل سوزی برات نصیحت می کنم، بیا ای دخترم. دخترش می آید به پیش سر پدر می نشیند. ای پدر جان بگو چی میگی، چه نصیحت داری؟ پدر برش بیان میکند که دختر جان، هیچگاه بدون حجاب از خانه بیرون نمیشی. دختر جان، هیچگاه بدون حجاب اسلامی با هیچ مردی بیگانه روبرو نمیشوی. هیچگاه بدون حجاب اسلامی چشم به چشم یک مردی بیگانه نمیشی، با او صحبت نمیکنی. دختر تعجب کرد که چرا پدر جان؟ پدر بیان میکند دخترم، هر وقت که تو را هر مردی بیگانه که نگاه بکند، از تو یک تصویر برهنه در ضمیر خود جای میده. هر وقت که هر مردی بیگانه که با تو صحبت میکند و با تو روبرو میشود، با تو گپ میزند و ملاقات میکند، از تو یک تصویر برهنه و یک تصویر عجیب لخت و بدون لباس در ذهن خودش نگاه میکند، در فکر خودش نگاه میکند. چقدر مقبول باشد. بدون لباس تصویر تو را میکشد در ذهن خود، در خاطر خود. از تو یک تصویر برهنه در خاطر خود نگاه میکند و حفظ میکند. هم تو به گناه میشی و هم او جوان به گناه میشه. پس اینجا دوستان عزیز و بی نهایت گرامی، فنظرة فابتسام فکلام فموعد فلقاء، اینجا نگاه کردن و نظر کردن بسیار تأثیر دارد. نظر که میکنیم، یک هو در مابین این نظرها لبخنده هایی هست. لبخنده ها آهسته آهسته با تکلم و صحبت می انجامد. بعد از آن این صحبت ها به یک وعدگاه می انجامد. هم دیگر را کجا ببینیم، کجا ملاقات بکنیم، کجا هم دیگر را ببینیم. فلقاء،
بعد از آن خدای ناکرده ملاقات ها صورت میگیرد، یک بار، دو بار، سه بار با گناه و با فحشا متاسفانه می انجامد. پس در اینجا الله متعال اولین نکته چشم را مخاطب قرار میده که چشم خیلی متوجه باشد. متاسفانه امروز خواهران عزیز ما دور از خواهران پاک ما، دور از خواهران متدین و با خدای ما، متاسفانه آنقدر آرایش میکنن، از خانه خود بیرون میشوند، یقین بکنین گویا که در خانه شوهر خود قرار داشته باشد. جوانان عزیز همه از هر طرفشان نگاه میکنن. جوانان ما از هر طرف، از این طرف سرک و آن طرف سرک، متوجه خواهر مسلمان میشود. با کدام لباس بیرون شده، سبحان الله، با کدام آرایش از خانه بیرون آمده، گویا که به پیش شوهر خود می رود. دوستان عزیز، این گناه هست. هم خود را گناهگار می کنیم و هم زمینه گناه و بدبختی و معصیت را برای جوانان عزیز فراهم می کنیم. نکته دیگری که بیان بکنیم، جوانان بی نهایت گرامی و خواهران عزیز، حجاب تنها مخصوص خواهران نیست که ما فقط متوجه خواهران بوده باشیم که خواهران عزیز، دختر عزیز حجاب را مراعات بکن. نه، پسران هم باید حجاب را مراعات بکنن. فرزندان جوانی ما، پسران جوانی ما متوجه باید همان چشمهای خود بوده باشند. الله متعال شما جوانان را هم مخاطب قرار میده، هم دختران جوان را الله مخاطب قرار میده و هم پسران جوان را الله مخاطب قرار میده که باید برادران عزیز، پسران بسیار محترم و گرامی، ما هم متوجه چشمان خود بوده باشیم. از خانه بیرون میشویم متوجه چشمان خود بوده باشیم. چشم چرانی یکی از گناهانی کبیره هست، یکی از گناهانی بسیار بزرگ و عظیمی هست که ما چشم چرانی داشته باشیم. نعوذ بالله. به خدا قسم از چشم چرانی کرده گناهی بدتری وجود ندارد. چشم چرانی تمام زمینه های گناه و فحشا و بدبختی را برای ما فراهم می کند. همین چشم چرانی تمام دروازه های فحشا، دروازه های گناه و معصیت را همین چشم چرانی برای ما باز می کند. ما نگاه می کنیم متاسفانه به عکسهای برهنه، به تصاویری برهنه، نگاه می کنیم با آن کسانی که در سرک و روی سرک و کوچه و بازار حرکت می کنن، رفت و آمد دارن، ما با آنها نگاه می کنیم. شیطان در اینجا کار می کند، شیطان در اینجا تلاش می کند، شیطان دست و پا می زند. گناهان و معصیت هایی که یقین بکنین به فکر انسان جای ندارد، ولیکن با یک مشاهده کردن به یک نامحرمی، شیطان دروازه های هزارها گناه و معصیت و بدبختی را بروی ما باز میکنن. دوستان عزیز، نکته دیگری که بیان بکنیم، خیلی متوجه باشیم مسلمانان عزیز و از خواهران بزرگوار و مادران بسیار دوست داشتنی و جوانان عزیز متوجه باشیم. حجاب اسلامی را مراعات بکنیم، با لباس منظم از خانه بیرون شویم، عطر استفاده نکنیم، کریم استفاده نکنیم، در داخل خانه آزاد هستیم. برای خودمان، برای فامیلین خودمان، برای شوهران خودمان و برای خانمان خودمان هر کاری که میکنیم آزاد هستیم، ولیکن با موادهای خوشبویی و با لباسهای برهنه و نیمه برهنه و تنگ و نازک از خانه خود بیرون آمدن، دوستان عزیز، به این خاطر گناه است تا که مردم دیگر به گناه واقع میشن. به این خاطر بد است، به این خاطر الله متعال خوشش نمیآید، قهر و غضب می شود که ما زمینه گناه و معصیت و فحشا را برای مردم باز فراهم میکنیم. این بسیار گناهی هست که ما و شما همگیمان در جامعه‌ای که هستیم دیدیم و مشاهده میکنیم که از صبح تا به بیگاه در کوچه و بازار که ما قدم میزنیم پرزه های به طرف من می آید، هر جوان به ما یک سخنی بدی میگوید، هر کس به ما یک سخنی زشتی دارد. این چقدر تأثیرات منفی و تأثیرات بدی بر ما میگذارد. الله متعال برای همه ما و شما رعایت حجاب اسلامی را الله متعال توفیق نصیب بکند. پروردگار عزوجل برای ما این توفیق را بتن تا که حجاب اسلامی را به طور احسن مراعات بکنیم و پروردگار عزوجل دوستان عزیز حجاب را مراعات کردن الله متعال خوشحال می شود، کامیابی نصیبمان می کند، رضامندی خودش را از آن ما و شما می کند و سرانجام رفتن به جنت است و با همسایگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در روز قیامت و صحرای محشر در کنار فاطمه الزهرا، حضرت عایشه و ام المؤمنین و دیگر صحابی های کرام
ان شاء الله که ما و شما حشر میشویم. پروردگار عزوجل خاتمه بخیر نصیب همه ما و شما بگرداند. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک برحمتك یا ارحم الراحمین.